سلام علیکم تماشاگران عزیز. اوه خفی على فزنی حرکت نکنی. نه تلافش مونده. دیدیم که خدمان خودش نگهبان باشه ساق سلامت داریم. خدمان ساق سلامت برای که راهوران به حد و ایران پوه با هم خطی بسته میشه من فکرمش کردیم. راه به حد اخده یعنی من ساق سلامت برام ما دایه زیلی دیگه میزنیم علفه و میریم. مایده رفته سیان قدیمی بیزی به میگرم خدمت ساق سلامت بروی نکنم. من از زیلی که بور میکنیم علف من از زیل هم اومد ای کس کچهش نرسه اومدی سه کم از بوری علف کتی رفتی سه زیل خولی اومدی سه بچه هفته شده سری گردش اومد. من گفتم که ولی سری گردش اومد زیلم حالا اونشت زیل اومد در پی در نامشون رو
کما رئیس رفتن سعی گردش ده زیل قفا رفته نمیتونه دیگه. به هر گردشی بیزیمه خیش مولویا بالاش میکنه. زیل قفا برو من برو اکه قفا برو اکه کم از گذاره بوری لفقتی. برو مد خدمه نگهبان باشه رفت. زیل اومده که کم از هم مایده طرف خونه. انا دیدی راه چه خیلیه ما در چه خیلی راه علف میبریم. فقط همین خواه نگهبان باشه تموم دیگه. یک دستی بنده یکون چی نمیبینم. خداوند نگهبانی هم و شما باشه. باقی دامن خدا باشه. طرفی رنگنا و نشان تا میتیم بعد خدا حافظی میکنیم. چند کسا مرا میگفت که پوده طرف سیاده نشان تا قشلاق سیاده خیلی مغزین پوده اینجا در راحت کرده خوبه. حکمو پیشی رفتن نمیتونه برای که یکم کار ندارین در اونجا. این هم نشان تا میتونیم که این عیله خوش این هم اینجا آدم میچرن این پودش. خداوند نگهبان باشه. مرا زیل اومد بور میکنی میریم. خیلی